خوردن چای یا قهوه برای قلب ضرر داره؟ نه، کی گفته ضرر داره؟ اتفاقا اگر درست مصرف بشه مفید هم هست. لیمو بعد از غذا رگ بسته رو باز میکنه؟ نه، لیمو اثرات مفید ضد چربی خون داره ولی هیچ وقت نمیتونه رگ بسته رو باز کنه. ورزشکارا قلبشون سالم و سکته نمیکنن. نه، اینطور نیستش. ورزشکارا مثل همه افراد احتمال مشکلات قلبی رو دارن، تازه بیشتر هم بایستی مراقب باشن. مصرف زیاد بادام و گردو قلب رو تقویت میکنه. حتما همینطوره. مغزیجات سرشار از ویتامین ها، مواد مغذی و آنتی اکسیدان هستن. هر کسی که یه بار سکته کرده بار دوم حتما میمیره. نه، اینطوری هم نیستش. کسی که سکته کرده خیلی باید مواظب باشه که دیگه این اتفاق براش نیفته، ولی اینطور نیستش که حتما بمیره. درد قفسه سینه ندارم، یعنی مشکل قلبی هم ندارم. نه، الزاما اینطور نیستش. افراد مسن، افراد دیابتی و افرادی که مشکلات کلیوی دارن ممکنه که درد قفسه سینه نداشته باشن.